سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم یه آموزش دیگه براتون بذاریم. در ادامه با این آموزش آشنا میشیم. سلام داشتوال گل. آدانیان. چی؟ سلام عزیزم، چطوری؟ به خوبی. سلام عزیزم، چطوری؟ میگم نگاه کن، یه دنس میزنم، اگه داشتی اکانتت خیلی خوبه دیگه. خب الان مگه اکانتم چشه؟ از اکانت تو که بهتره. حاجی دنس رو ببین اصلا چی؟ پشمات بریزه. حاجی چی جوری دنس رمپیج تو چی جوری داری اکانت انقدر اصلا پشمات باتیه؟ بریزه. تو میخوای تو هم بزنیشی؟ حاجی چی جوری داری؟ آره خدا ماجی. خب امروز اومدم برای بچه‌ها ویدیو آموزشیشو بذارم که این چی جوری کار میکنه و خودت هم میتونید بری ببینی و یاد بگیری. خب آقا، چه جالب. اگر شما میخواین که همه این دنسای قدیمی و قیمتی رو بزنین رایگان، بدون هیچ بنی، بدون هیچ بن اسکوادی چیزی، خیلی قانونی بزنین، تا آخر ویدیو همراه من باشین. اول از همه شما نیاز به تلگرام دارین. اگه تلگرام نداری برو نصبش کن که چیز خیلی خفنی، از دستش ندی. و ما تلگرام باز میکنیم. ما یه ربات داریم به نام فری فایر بات که خب همونطور که میبینین الان آیدیشو برای شما من نشون میدم. فری فایر MTX آندرلاین بات، این آیدی همون باتیه که من باش دنس میزنم و خب شما همونطور که میبینین باید داشته باشینش. و خب اول از همه این رباتی که پیدا کردین اومدین داخلش، برای شما اینجوری هیچ پیامی نیستش. یه استارت خشک خالی اینجا، اونو میزنین. وقتی اونو زدین چند تا چیز براتون باز میشه. بذارید من این ربات رو ریستار کنم. خب دقیقاً همین صفحه براتون باز میشه. وقتی این صفحه براتون باز میشه، خیلی این ربات خدمات داره. در ارتباط با این ویدیویی که ما داریم میگیریم، خدمات درون گیم رو میزنین و بعد منوی دنس اینجا به شما آموزش رو داده که چگونه بعد این دنسایی که قرار شما بزنین و بیاره. مثلا آموزش رو داده و من خودم بهتون میگم. آقا اینجا گفته اول از همه تیم کد رو میزنیم، یه دونه فاصله یا همون اسپیس کیبورد، یه دونه فاصله میدیم و آیدی خودمون و یه دونه فاصله دیگه و آیدی و اون کد دنسی که ما میخوایم بزنیم. خب الان یه سری میگن اون کد دنس رو ما از کجا بزنیم؟ همینجا نوشته مشاهده لیست آیدی دنس ها. اینجا میزنین باز میشه و میره یه قسمتی همونطور که میبینین الان تو سیستم من بالا آورده. خب همه دنس ها اینجا میتونین ببینین. مثلا الان ببینین الیت رمپیج، دنس پادشاه، دنس های خیلی قدیم، حتی لول 100، همه دنس ها. خلاصه که الان برم من یکیشو براتون بزنم و خوب ببینین. مثلا من الان میام دنس لول 100 بزنم. این آیدی پایینشو میبینین، اینو کپی میکنین و بعد از اینکه کپی کردین میاین بیرون از همین قسمت داخل همون ربات خودتون. تیم کد رو میزنیم. اول جان به زحمت تیم کد رو میخونی؟ بله عزیزم، 2547 2547 بله، 06 06 6 06. خب ما اینجا یه فاصله میدیم و آیدی خودمون رو میزنیم که من آیدی خودم میزنم 276 779 779 10 18 اگه اشتباه نکنم یه چک بکنم. خب 276 779 10 18 درسته، این آیدی خودم. در ضمن رو پروفایل یا قسمت های دیگه نباشین که دنس براتون نیاد و میاین آیدی خودتونه که زدین یه فاصله میدین و همون کد دنسی رو که کپی کردین از داخل همین سایتی که همین الان داخلش بودم و اینجا شما وارد میکنین و ارسال رو میزنین. اون دنسی که شما میخواستین رو میزنه. مثلا الان ببینین من میزنم، من الان زدم، ببینین دنس لول 100 به همین راحتی من زدم. الان پشماماجی، برین جهانی ایسکا بگیرین در حد تیم ملی. از این بهتر چی میخواین دیگه؟ جردن رو دنبال کنین، حمایت کنین، انشالله پاش به بالاترین درجه که لیاقتش برسه انشالله. خب این حالا یه قسمتش بود. خب قسمت های دیگه هم داره مثل لایک و گارنا فری فایر که مثلا بری این قسمتاش یه سری ربات ها داره داخل بازی، داخل هم خود بازی. فکر کن میاد داخل اسکواد شما
و مثلا با اون ربات خیلی کارا میشه انجام داد. مثلا میتونین آیدی یه فردی رو بزنین برای اون فرد تون تون رگباری اد بره، اد فرند و اینا بره. این سری چیزا هر اتفاقی بیفته گردن این ربات و اینا نیستش. پس اگر این کارا رو انجام میدین با اطمینان خاطر کامل این کارا رو انجام بدین که اتفاقی پیش نیاد. مثلا من الان میتونم یه حرکتی بزنم تو همین اسکوادی که هستم با آقا ابوال، اینقدر لگ بگیره FPS هامون بالا و پایین شه، مثلا گوشیمون حالا خراب بشه یا به هر حال اتفاق بدی بیفته که این حرکت رو اگه من بزنم هیچ اون ربات هیچ اتفاقی که بیفته گردن نمیگیره. خب آقا حتما چنل تلگرام ما رو سابسکرایب کنین که داخل اونجا آیدی ربات رو میذارم و کلی چیزای دیگه مثلا سنس برای موبایل پلیرها و چیزایی که شما بخواین ازم. داخل دیسکریپشن این آیدی چنل تلگرام گذاشتم، از اونجا هم میتونین برین، از اینجا هم که دارم برای شما نشون میدم میتونین بردارین و خلاصه بیاین اونجا دیگه. میگم واسه این آفره دیدی چی دزدی بزرگی کردش؟ ویدیو بچه‌ها رو دیدی؟ دست دلم نذار که دلم خونه. همین امروز زوری یک کو 600 جمم رفت سر همین آفر، دزدی کرد ازم. وای حاجی توم اتفاق مستر واسه افتاد. آره ما به هر حال اسمش آفره دیگه، خب اسمش این آفره دیگه، باید تخفیف بده به ما، بریم یه سودی بکنیم نه ضرر. یعنی چی؟ خب ایشالله بچه ها کمکت میکنن این ضرر مالی جبران میشه، نگران نباش. فقط در یک صورت من بتونم اینو فراموش کنم و اوکی تر شم. بچه ها چنل رو ساب کنن، حتما این ویدیو رو لایک کنن و کامنت بذارن. آقا دمتون گرم تا ویدیوهای بعدی.